این هفته خبر تو خبر داره براتون از سگ لرزه‌ای که به جان عظما و رژیمش افتاده و هی کج میشه و مج میشه. از یه طرف سرکرده ستاد مشترک نیروهای مسلحش تیپ تابستونی میزنه و میره کنار تخت جمشید روزه صلح جهانی میخونه. همه آرمان‌هایی که در اینجا دیدیم از صلح و آرامش و دوستی و برادری با سایر ملل، انشالله که به همین نحو روی کردی که جمهوری اسلامی در روابط با همسایگانش داره، انشالله با دوستی و برادری و اخوت بتوانیم زندگی خوبی رو برای مردممون داشته باشیم. علت این عداوتوارا یه چیز بیشتر نیست، اونم ترس. عده‌ای در کشور ترسیدند. همیشه این جریان‌های ترسو هم وجود داشتند. این ترس وقتی به استبل ولایت میرسه از توش چنین زوزه هایی به گوش میرسه. و تنها راه حرکت سریع و بیوقفه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای به عنوان ابزاری بازدارنده است. البته حکایت آخوندا حکایت همون لات کوچه های خلوته، البته دور از جون این هاپوی کوچولو. چی میگفتی؟ بفهم چی شده؟ توی این اوضاع و احوال عظما خوب میدونه که اگه بخواد زهر بخوره دیگه چیزی براش باقی نمیمونه. امریکایی‌ها چی از ما خواستن؟ چیزی که از ما میخوان غیر از این مسئله که تو منطقه دخالت نکنید، در حوزه دفاعی و موشکی شما باید برد برسه به 200 کیلومتر. مقاومتی که در منطقه شکل گرفته که میگن نیابتی، یعنی اینها رو باید همه رو از بین برد، یعنی خلع سلاح کرد. دیگه جمهوری اسلامی چه اقدامی باید انجام بدهد؟ جمهوری اسلامی باید بیاد تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمعش کنن. این خواسته امریکایی ها و در رأسش مسئله ولایت فقیه هست. میگن در ایران دو تا ارتش نمیخواهد. تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمع بشود. دیگه چی؟ مسئله حقوق بشر، یعنی قدرت دفاعیش رو از بین ببرند. قدرت دفاعیش رو، نهادهای انقلابی که حافظ این انقلاب و منافع ملی کشور هست از بین ببرند. دیگه اصلا چیزی نمیمونه که برای این یکی دادش از بانک جهانی هم بلند شده و دق و دلیش رو سر زبان انگلیسی خالی میکنه. سایت بانک جهانی رو بزنن روی صفحه همکاران. آقا ببینید عزیزان من، در صفحه رسمی اینترنتی بانک جهانی که الان جلوی شما هست، حالا چون اینجا صفحه دقیق دیده نمیشه، اون این بزرگش کرد. من اینو برای شما میخونم با کمال شرمندگی با زبان منحوس انگلیسی. آقا چرا پولو باید بذاریم تو بانکی که صراحتاً میگه من با تحریم های جهانی علیه ایران متحدم؟ من خودم به این آقای فرزین که اینجا نشسته بود همین. البته عظما و جک و جونوراش خوب میدونن که مشت آخر رو از مردم ایران نوش جان میکنن. خبر تو خبر. این مشنگی که ملاحظه میکنید اسمش دبیریه و معاون پارلمانی زرشکیان بوده. این یارو قبل از عید جلوی دوربین تیویش چنین خالی بست. کوتاه سفر استانی کاری خاصی دارید به کدوم استان تو ایام عید؟ نه تو ایام عید من فقط حالا شاید همون استان خودمون که آذربایجان شرقی هستش برم، توی دیگه متشکرم. منتها به جای آذربایجان شرقی از قطب جنوب سر در آورد و آبروی نداشته دولت زرشکیان رو برباد داد. زرشکیان هم از ترسش
مجبور شد طرف رو برکنار کنه. ماجرا از انتشار برخی تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد آغاز شد. عکسایی که میگفت آقای دبیری در مسیر قطب جنوب است. سفری که به گفته برخی رسانه‌ها با هزینه بین 8 تا 36 هزار دلاری همراه بود. بعد از چندین روز گمانه‌زنی، حالا با قطعی شدن اخبار مربوط به این سفر، آقای پزشکیان در حکمی آقای شهرام دبیری را از معاونت پارلمانی برکنار کرد. البته کیه که ندونه نظام ولایت فقیه پر از این جماعت دزد و راندخاره. یکیش این سخنگوی دولت زرشکیانه که ببینید توی این وضعیت که مردم نون ندارن بخورن چه دغدغه هایی داره. خود انتخابش من به عنوان سخنگو طبیعتاً خیلی از برنامه‌های من رو جابجا کرد. بله 2-3 تا کار بود که در برنامه 1403 من بود و از قلم افتاد. میتونید بهمون بگید؟ بله یکیش یادگیری شنای پروانه بود که نتونستم انجامش بدم. انشالله در سال آینده امیدوارم. به خودشون که میرسه سفر به قطب جنوب و شنای پروانه، اما به مردم ایران که میرسه از این نسخه ها میپیچن. مردمم نباید خیلی اصرار داشته باشن در بعضی چیزا. به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ اکثریت قریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست. این یکی هم دنبال همین مالکشی ها بود که وسط روزهاش یکی اعتراض کرد و تیویریش مجبور شد برنامه رو قطع کنه. باید صبوری کرد. بله بعد از برنامه بیکن گوش بدید گوش بدید حتما باید صبوری کرد. پیغمبرا هم گفتن متی نصر الله. اینای جنتران یک سره دارن میگم آقا قصده لبنان سوریه یمن میدونم سوریه داره میگیره بهش گفتم ارقام دلار شده 105. حالا این دم آخری آخوندا آه در بساط ندارن و بازارشون حسابی کساد شده به طوری که مجبورن اینطوری ناله کنن. نمونه اون همین جمعیتی که امروز ما در خدمت شما هستیم، مثلا جمعیت 200-300 هزار نفری شهرستان بم رو لحاظ بکنید، تعداد اندکی حضور پیدا کردن برای این نماز. من میخوام یه نکته‌ای رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. عزیزان، خواهران، برادران، یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند متعال به ما عنایت فرموده نعمت انقلابه. خیلی ها نسبت به انقلاب معرفت و شناخت کافی ندارن. کار به جایی رسیده که این پسر جنتی لعنتی هم از خاص خرجی‌های عظما توی سوریه شاکی شده. منافعمون در اونجا منافع فقط حفظ حرم حضرت زینب نبود، بالاخره یکی از منافع اساسی ما این بود که سوریه برای ما شرایطی فراهم کرده بود که ما به راحتی میتوانستیم از حزب الله حمایت بکنیم و اگر دولت دیگری می بود شاید این فرصت رو ما از دست میدادیم. بنابراین میشود گفت که هم برای حمایت از دفاع از حرم بود، همین که بعد به هر حال نگه داشتن بشار ایجاب میکرد که ما تا حلب هم پیش بریم و اونجا دفاع بکنیم، همه امکاناتمون هم به کار بگیریم برای اینکه بتونیم عناصر ضد نظام حاکم رو بتونیم سرکوب بکنیم. قبول داری که ظلمی بود به مردم سوریه یا ظلم نمیدونین رو؟ حالا آقای بشار اسد که ظلم کرد، حالا ما حامی بشار بودیم، حامی ظالم دیگه.